سلام علیکم دوستی عزیزم. دوستم میگویند در آمد ماه مبارک رمضان قلب‌های انسان‌ها نرم و بخشنده می‌گردد. من از این فرصت استفاده میبرم و از تو طلب میکنم دوستی عزیزم که اگر گاهی وقتا به اعصابت رسیده باشم یا گاهی وقتا پیشی کسی تو را سخن گفته باشم یا گاهی وقتا ملالت کرده باشم، دوستی عزیزم به خاطر خداوند مرا ببخش. و بهر تو دوستم طلب میکنم از درگاه الله پاک و دعا میکنم که تمام عبادت تو را در این ماه مبارک رمضان قبول گرداند و در جنت بهر تو و فرزندان تو و نزدیکان تو یک قصر آماده بسازد. تو هم دوستی عزیزم در حق من و دوستان خود این دعا را بکن.